وضع زنان در افغانستان سال تا سال بدتر می شود و بر علاوه منع کار و تحصیل آنها به حبس و بازداشت و زورگویی و تجاوز روبرو می گردند. این مضمون در همایش بانوان افغانستانی در سفارت افغانستان به مناسبت روز جهانی آموزش صدا داد. هرچند گروه طالب از زمانی که به قدرت رسیدن تا امروزی روز هم در گذشته و هم امروز ادعا دارند که مشر سیاسی خودشان را در قبال زنان تغییر میدن، ولی تا امروزی روز جز زن ستیزی، جز تندروی و افراطیت چیزی از اونها در قبال زنان دیده نشده. بنابراین از جامعه جهانی تقاضای ما همین است که خواهشانه نسبت به حقوق زنان، نسبت به آینده و سرنوشت زنان مسئولانه برخورد بکنند. وحید محرمی عضو جنبش‌های خودجوش زنانه افغانستان علیه طالبان میگوید وضعیت زنان و دختران افغانستان نگران کننده تر و دشوارتر از آن است که تا هنوز گزارش داده شده است. ما به خود 2 سال مبارزه کردم شعار آزادی، عدالت، حق، نان، کار را در جاده های کابل دادیم و بارها توسط طالبان تهدید شدیم و بالاخره باعث شد که حتی دستگیر شوم و زندانی را داشت بکنم و روزهایی را که در زندان سپری کردم واقعا بگوییم که بسیار شکنجه ها بود، بسیار ضرب، ستم، همش را سپری کردیم. حالا محرمی که با حمایت خانواده و خرج شخصی خودش به تاجیکستان پناهنده شده است، تلاش دارد دادخواهی برای حقوق زنان کشورش را در بیرون ادامه بدهد. ما خواهانی هستم که باید ما و شما صدای زنان، دختران و مردم افغانستان را به گوش مردم جهان و سازمان هایی که باورمند به حقوق انسانی و پابند به حقوق انسانی و ارزش های انسانی هست برسانیم. باید جلوی چنین افراطیت، جلوی چنین تهجر گرفته شود. اگر گرفته نشود یک روز دامنگیر همه جهانیان خواهد شد. ناجیه ظاهر مدیر لیسه مهاجران و پناهنده های افغانستان در دوشنبه گفت زوراوری طالب نتوانسته است میل بانوان را به تحصیل از بین برد. دخترای قهرمانی که از طریق درس‌های آنلاین روزگار خود پیش میبرند، درس میخوانند و زحمت میکشند، در پدبلاد و زیرزمینی‌ها میرن درس میخوانند، از دست گروه جل پت و پنهان درس میخوانند. همونم شما قسمی که شنیده باشین رئیسش در کابل دستگیر کردن که چرا شما درس آنلاین میدید در دخترای افغانستان، که هم یک نکته بسیار ضعفی از دشمن است. وقتی که در مکتب بسته میشه، در پوهنتون بسته میشه، درس آنلاین یک کمک جهانی است برای دختر خانم‌ها و دخترای افغانستان. اونا حقشان است که باید تحصیل کنن و تعلیم و تربیت بیاموزن برای خود و آینده افغانستان بسازن. محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان با اشاره به نشست پیشروی 18-19 فوریه سازمان ملل متحد دایر به افغانستان در دوحه از کشورهای جهان خواست سرنوشت افغانستان را دیگر به بازی نگیرند. سر جامعه بین المللی صدا میزنند، سر هان دوستانی که به تاریخ 18 و 19 در نشست دوحه به خصوص نماینده های ویژه کشورهای مختلف حضور پیدا می کنند. لطفاً به خاطر رقابت های منطقوی خود، به خاطر رقابت های اقتصادی و ژئوپلیتیک خود سرزمین ما را از این بیشتر پامال نکنید. به خاطر رقابت های انتخابی خود سرزمین من را بازیچه نسازید. و آرزومند هستم که در قبال طالبان و در قبال سرنوشت مردم افغانستان یک تصمیم عاقلانه و معقول گرفته شود. در تاجیکستان نزدیک به 15,000 مهاجرین، پناهنده ها و محصلین افغانستان زندگی می کنند که بیشتر آنها را زنان و دختران تشکیل می دهند. بنا به معلومات اتحادیه پناهندگان و مهاجرین افغانستان در تاجیکستان آریانا شمار زنان پناهنده زیاد شده است.